پیسا را زدین خود صحیح این کار خود میتونیم حق ماست، اما ما اینا را به خاطر که کار کردن پنش میکنیم، اما اونا را به خاطر که دیگه هنرمندا را که هیچ کار نکده وا خوب شد که هیچ کار نکردین، یا غیر منصفانه است. وقتی که مردم هوشیار باشه این دو ساید دو سونه باید بسنجیم. چقدر هنرمندای دیگه داریم که کنسرت ها میمانن، پیسه ها میگیرن اینا. یک تعداد هنرمندای ما روزگارشون بیچاره بسیار خراب است، منظور ما نیست. دو طایفه است که از جیب مردم زندگی میکنه، یکی ملا یکی خواننده. اینا یک تعداد خب بیچاره دم ملا هم روزگارشان خرابه، یک تعداد دمی چام روزگارشان خرابه در موسیقی و ترام، اما اینال وار ما ملامت نمی کنیم. ما دیگرها ولی همی هنرمندا رو پرسان کنیم که مثلا خانم که خودت همیشه کنسرت میمونی چند به می مسئله کمک کردی؟ آقایی که همیشه به طور مثال آقای شرافت پروانی به هرات چند دادن، آقای نجیم نوابی به هرات چند دادن، دیگه اینال وا که هیچ ندادن، هیچ کار نکردن، وا خوب شدن. اینایی که کمک هم زحمت کشیدن یارا حالا ما سلیکاری کنیم. بنابراین ایران باید مد نظر بگیریم که تشکر آقای فراد دریا، خانم آریانا سعید، آقای داود سرخوش از این کارتان. مگر غلط کردین، امیره که غلط کردین، چرا غلط کردین؟ به خاطر که یکی ما غلط کردیم که کار به کاردان نسپردیم که به شما پیسه دادیم که خانه آباد کنین. یکی شما غلط کردین که درست فکرتان نگرفتین دهی. یعنی اینا رو نمیتونیم که بگویم خب خیر نیتش خوب بود دیگه، خیر دیگه پیسه رفته، بخصوص که بی بار اول نیست، بارهای کار شده. دیگه چیزی را که شما باید همیال مد نظر بگیرین، این به اساس معلومات درونی ما بر شما میدم که از درون از امی گروه ما امی معلومات با ما دادن که فرهاد دریا $500 کمک کرده، خودش از جیب خود. آقای داود سرخوش $628 یا اینه یک چیز کمک کرده. آریانا سعید چند کمک کرده؟ یعنی دیام باید ما فرهاد دریا را خانشه بگیریم. ولی عزیزه که آمد که ما از اول تا آخر تا آریانا سعید. خب ببخشی آقای فرهاد دریا، حالا بگو که آریانا سعید چند کمک کرده؟ هیچ. در لیست کمک ها آریانا سعید $0 کمک کرده. در واقع اگه سعی کنین این مردم ما را غول فکر کردن، اشتهار خود مفت سر مردم میکنن. آقای داود سرخوش کنسرت داشت در نیوزیلند که مسئله ایرات اطراح شد، اعلان کرد که ما تمام پیسه که از برنامه ما می باشن در نیوزیلند ایره یا در ملبورن در کدام جای ایره ما میتونم به زلزله زده های ایرات تا که موتو قبول کنیم که چی یک آدم نیکه به که در کنسرتش بریم چون پیسه بیازو به ایرات میره. خلاص که شد او پیسه که در جیب خود زد. حالا تو چرا او ادورتایز کنی؟ خود فرهاد دریا در چی خود میگه که برای ما میته او پیسه را $628 داود سرخوش داده، $500 آقای فرهاد دریا داده، $0 خانم آریانا سعید داده که در کنسرت خود 60,000 و 100,000 میگیره. و ما و شما را یا غول ساختن که گویا ما برای وطن دلسوزی داریم، برای وطن ما بسیار دلسوزی داریم که در اینجا ما برای از دلسوزی آمدیم که با مردم ایرات کمک کنیم. تمام این چیزها را ما